سلام رفقا، خیلی مخلصم. میدیم تو هستم و خیلی خوش اومدید به این ویدیو. رفقا امروز ویدیو واسهتون آوردم. چه ویدیویی واقعا باحال، سرم کننده، طنز و هرچی بگم کم گفتم. خیلی ویدیو جالبه، حتما تا آخر ببینید و امیدوارم خوشتون بیاد و سرگرمتونه. و اگه خوشتون اومد حتما کانال رو سابسکرایب کن، زنگوله بقشم فعال کن، لایک کامنت حتما واسم بذار. بدون معطلی بریم سراغ این ویدیوی فوق العاده. Let's go. خب رفقا، بریم سراغ اولین ویدیو که ویدیوی سمیه. یه آقایی یه ماشین دزدیده و توش خوابش به خیال راحت خوابیده و پلیس میاد میگیرتش. خیلی جالبه، بریم این ویدیو رو ببینیم. Let's go. خب رفقا، بریم ویدیو رو ببینیم. در بذار یه چوب کبریتی بیار. خوابیده داخل ماشین دزدیده، یعنی اینقدر نه اون رایش تو گرفتیم ماشین خوابیده واسه خود پلیس آمده بالا سرشو نگاه کنید فقط. وای خدا، بلند شو. های هر چی میزنه بلندم نمیشه. بزرگ اینقدر خوابش عمیق بوده، خیلی هم راحت خوابیده. این بگی بلند شو. فیلم گرفتیم. بلند شو بینم. یا خدا، بلند شو بینم. ام نکو. بینم. بلند شو بینم. ام نکو. چجوری بلند شد؟ دزد بیشور. دست صندوقا گرفته صندوق. آدم اینقدر بیخیال باشه، تو دزدی ماشین رو سرقت کردی اومدی. چقدر خوابش سنگین بود. آخه بیشعور، واقعا بیشعوری. خوابت اینقدر سنگین، اینقدر خیالش را بود، اینقدر سنگین خوابیدی. یا خدا، این آدم ها چرا اینجوری هن؟ ویدیو بعدی رفقا واسه تون نگم از سمش. یا خدا، فقط نگاه کنین چه اتفاق میفته. یه نفر دیگه شفا پیدا میکنه، خودتون بریم ببینید. لحظه شفا پیدا میکنه یه پدر در خیابان که واقعا اینجوریه. آی سامو، وای سامو، بیا بیرون سری. برو بیرون سری. برو از چهارراه بیرون باریکلا. وایسا. اسفامیلی چیه؟ بیا بیرون. بیا اینجا. وایسا. یعنی حالا اینجوری را میدم شفا پیدا کنم. این اول حالا شفا نگاه چه ساعتی. رفیق، من جایی تو بودم خودم آماده میکردم واسه المپیک شرکت میکردم. 2 ساعتی 100 متر و 200 متر شاید یه مقامی به دست میآوردم. خدا وکیل. ویدیو بعدی بچه‌ها، اینم خیلی سمه. آدم بس شانس باشه، تو دزدی هم بس شانس باشه. یه نفر رفته زده به یک کارگاه خیاطی که چرخ خیاطیشو بدزده. یکی از چرخ خیاطی ها قرقرش گیر کرده و نخش تا در خونه همون دزده. یعنی کش اومده از همون جایی که دزدی کرده تا دم خونه دزده، این نخ کش اومده یا باز شده و پلیس میاد دستگیرش میکنه. که یه سرقت فوق حرفه‌ای داریم که آدمو یاد فیلم‌های دزد و پلیس میندازه. دزدی هالیوودی. پیدا کردن سرنخ ماجرا زیادی پیچیده است و آقا دزد اونقدر مخش کار کرده که بانک جهانی هم احساس خطر کرده. به دنبال سرقت مغازه شهر خیاطی یا کارگاه خیاطی در شهرستان پل دختر، ماموران آگاهی در صحنه سرقت حاضر شدند و به بررسی کلید کشف جرم در محل حادثه پرداختند. اومدن مغازه رو باز کنن، دیدم دزد تمام اجناس مغازه به خصوص چرخ‌ها، 3 تا چرخمو برداشته برده. بعد این چرخ‌ها رو که بلند کرده این نخ مونده. ماموران با مشاهده سرنخ رها شده از در مغازه تا منزل سارق متوجه شدن سارق بخت خود سرنگم واسه دلش میسوزیم. بخت برگشتی بهش میگه اون دوزه. نشده. هر دو تا نخ شدن یه ریسمان تا در خونه دزد رفته بودن. آشو وقتی با جاش نبری همین میشه دیگه. رفیق، حتما از زندان آزاد شدی برو پیش یه چیزی دوی شانسی واسه خودت بکن. خیلی بس شانسی تو. ویدیو بعدی یه نفر خودش رو جای مامور امنیتی جا میزنه که
نگاه کنین شما باشین شک بهش میکنین یا نه. دزد گرفتن، ببین چجوری خودشو مامور مافیا. شما آقا سعیدی و مامور وزارت سیاسی راهبردی بخش ویژه تحقیقات راهبردی ضد جاسوسی مبارزه با تروریسم یا خدا ضد جاسوسی 6104 اصلا تابلو نیستی کد پرسنلیته. خدا وکیل. آره یعنی سرهنگی. یا خدای جنتی. آقای جنتی چیکاره است؟ سرهنگ صادق جنتی کجاست؟ مثلا شما فکر می‌کنید ما حواسمون سرگیر نه با نه خب امنیت ما دست شماست. نه اجازه بده ما می‌بینیم شما چجوری میگید. گفتم شما یه زنگ 110 جایی بزنید تو کلمه صحبت. نه ما گفتیم با شما بیشتر آشنا شیم دیگه. آره شما مثلا این ضد جاسوسی بوده، این مأمور افسر اطلاعات ضد جاسوسیه. واقعا هم اصلا هم تابلو نیست و واقعا به یه مأمور امنیتی میخورید. رفیق چه کار کردی اینقدر بهت میخوره؟ رفقا ویدیو بعدی رو باید نگاه کنید. 2 خانومن که یه ماشین از بغلش رد میشه و هر دو خودشون به زمین دادن که ماشین بهشون داده که دیگه از اون راننده بگیرن که اون شانس هم ندارن. بریم این ویدیو رو با هم ببینیم. نگاه کنید. شاید رو دستش خب بازی نکردیم و یکم میومدین از جلو بهتون میزد خانمای محترم. دوستان ویدیو بعدی سرقت هالیوودی واقعا. این دیگه شوخی نیست، خنده‌دار نیست. ببین چجوری یک موتور سنگین رو به سرقت میبرم. بریم این ویدیو هم ببینیم. نگاه کنید سرقت موتور سنگی از یکی از لوکس‌ترین منطقه که نمیدونم چی تا زیاد نخوندمش. با وانت فکر کنم در رو شکستم و میرن داخل. اینا زیاد فیلم میبینن. به شیشه بارون نشکست. نگاه واسه موتور قبلا چش واسهش تیز کردن. موتور قفل نبود. بردن خیلی حرفه‌ای بودن اینا و فکر کنم فیلمای سرقت هالیوودی زیاد میبینن این دوستان. خیلی حرفه‌ای بودن. رفقا ویدیو بعدی که خیلی هم ناراحت کننده است، حالا دیگه یکم از طنز و شوخی ویدیو اومدیم بیرون، قسمت جدیشه. یه بنده خدایی ماشینش چپ کرد، ماشین سنگین داشته و مردم نگاه کنید چجوری مال این بنده خدا رو یعنی واقعا غارت میکنه. اینجوری بهش میگن غارت میکنه، غارتش میکنه. و این فرهنگ یاد بگیریم که کسی که اینجوری اتفاق واسش میفته ما نیم یه زخم دیگه به زخماش اضافه کنیم. بریم این ویدیو ناراحت کننده رو با هم ببینیم. رفقا راننده گوشه نشسته با قرارت اموالش نگاه کنیم. نگیر آقا بیشعور. یه تریلی چپ کرده که یک تو روز روشن دزدی تو روز روشن تو روز روشن داره دزدی میکنه. باید دست یکیشونو بگیریم. خدا راننده اونجا نشسته. سلام آقای راننده خوبی؟ آقای بار مال شماست؟ تا اینا چرا دارن میبرن دیگه. مگه حرومش کردی؟ میگه حرومش کردم. باید الان نیروی انتظامی بیاد بالا سرش بیسته که مثلا یکی نبره. 20 بار زنگ زدیم 110 زنگ زدم گفتم ما میبرم بس حالا میبرم
گفته میفرستم الان از صبح قرار یه دونه سر بردم چیکار کنم به کدومش بگم آور نداره. خب الان من دزدی تو روز روشن ندیدم. اینا مملکت ما اینجوریه دیگه، دزدی تو روز روشن. باید دست خیلی ناراحت شدم، خیلی ناراحت شدم. چی بگم نمیدونم، هیچ حرفی ندارم رفقا. خیلی ناراحت کننده بود واقعا رفقا. همه چی دزدی دیدیم، دزدی در کابل تو ما ندیدیم. بریم این ویدیوی سم را ببینیم. عجیبترین سرقت تاریخی واقعا، سرقت در کافت خودرو. بیشرف چه کار کرد؟ این نیمه دزد بود دوستان، این کامل دزد نیست. این یه اعتقاد به حرام و حلال داره. وای وای وای، عجب مخی داری تو رفقا. بریم سراغ یه ویدیوی سمی دیگه که اینم واقعا سمیه. یه راننده ماشین سنگینه که یه نفر اومده داره دزدیشو میکنه و فیلمشو میگیره. خودتون نگاه کنیم ببینیم چه جواب میده. اون دزده است، ماشین راننده اونو میبینه خالیه داره، چیزی نداره، هیچ چی نیست. بردنش الان بردن، هیچ چی نیست. دیر اومدی. شرمنده ببخش ما. دزد مجلسی که میگن ای آقای، ببین واقعا مجلسیه. عجب. خودم یکی دیگه. این آقا دزد خیلی مؤدب بود، خیلی هم با شخصیت. چیزی تو ماشین اون راننده نبود، ازش معذرت خواهی کرد. خیلی محترم، ببخشید، شرمنده. دشمن شرمنده عزیزم. رفقا میرسیم به حرفه‌ای ترین دوست که یه نفر خودش رو مأمور وزارت بهداشت نمیدونم علوم پزشکی جا داده و ببینید چقدر خوشگل و ترتمیز دزدی از یه خانم میکنه. بریم این ویدیو رو ببینیم. نگاه رفقا، اینو جای خودش جای پرستار جا داده. خانمم داره میخواد معاینه کنه. نگاه خیلی شیک مجلسی و قول اون آقاه. واسه اینکه شک نکنه نگاه بردش پای ماشین. خدافی هم روز کرد. حال من ناراحت نشد. اون حق و زحمه خودش رو برداشت جوری که تو خبر نداشته باشی. حق و زحمهش بود بنده خدا. چقدر تر و تمیز، جوری این بهش میگن پنجه طلا. جوری بود نفهمید خانمه. گایز رفقا دم تکرارین گرد تا آخرین ویدیو دیدین و مرسی رفقا، ممنونم از تک تکتون و عشق منین رفقا. ممنونم که تا آخرین ویدیو دیدین و مرسی. امیدوارم که از این ویدیو خوشتون اومده باشه و حال کرده باشید و اگر خوش اومده و حال کردید یاد نره که کانال ما رو سابسکرایب کن، زنگوله بخونش فالو کن و لایک و کامنت حتما یاد نره که واسم بذاری که عشق منین رفقا. به آخر ویدیو رسیدیم. امیدوارم که هر جا هستین سالم و جیبتون پرپول باشه و تا ویدیو دیگر و آپلود ویدیوی دیگر مشتی هستین و پرطرفدار. من مهدی M2 بدونید.